اگه نمیخوای عکس و فیلم‌های شخصی و اطلاعات گوشیت لو بره، این ویدیو رو تا آخر ببین. احتمالاً شما هم این نقطه‌های سبز و نارنجی رو بالای گوشیتون دیدین و معنیش رو هم نمیدونید، ولی ممکنه خیلی خطرناک باشه. نقطه سبز یعنی یه اپلیکیشن داره از دوربین گوشیتون استفاده میکنه و نقطه نارنجی هم یعنی یه اپلیکیشن داره از میکروفون گوشیتون استفاده میکنه. در حالت عادی وقتی خودتون دارید از گوشی استفاده میکنید، مثلا عکس، فیلم برداری و یا تماس میگیرید، این عادیه و مشکلی نداره. ولی زمان خطرناک میشه که دارید از این اپلیکیشن استفاده میکنید و یا توی اینستاگرام میچرخید و اون نقاط بالای گوشی ظاهر بشن. یه تنظیماتی بهت میگم که دیگه نگران چیزی نباشی و حریم شخصیت هم حفظ بشه. واسه این کار فقط کافیه برید قسمت تنظیمات و از گزینه برنامه‌ها اون برنامه‌ای که بهش مشکوک هستین رو پیدا بکنید، روش کلیک کنید و از قسمت مجوزها واسه دوربین و میکروفون روی گزینه دوم، یعنی هر بار پرسیده شود بذارید. از این به بعد هر موقع نیاز باشه از دوربین و یا میکروفون استفاده کنن، قبلش ازتون میپرسه و شما میتونید تایید و یا رد کنید. تو پیجم هم کلی از این ترفندهای کاربردی و خفن هست. دوست داشتی به پیجم سر بزن و فالوم کن. دمتون گرم.